ساکن 47 ساله جماعت میرزا رضا از ایثار به آن گمان برمی شود که طی 5 سال کارش در کارخانه خصوصی یک شهروند 49 ساله افغانستان 225,000 سومانی مبلغ برای خریدن عضوهای داخلی چاروا جدا شده را از خود کرده برای منفعت شخصیش خرج کرده است. این ساکن ایثار از سال 2014 تا 2019 در کارخانه شهروند افغانستان که در دوشنبه کار و زندگی می کند به حیث تأمین کننده محصولات کار می کرده است. ساکن 37 ساله قبلا هم با جرم قلابی سود شده نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به آن گمان بر می شود که دوم اکتبر سال 2020 در کوچه آخوند بابایف با روی فریب به باوری یک مرد 35 ساله ساکن امین نویه در آمده از او با وعده از دبی آوردن ماشین گرانبها 50,000 دلار گرفته است، ولی تا کنون او به جبر دیدن نه ماشین آورده است و نه پولش را برگردانیده است. وزارت کارهای داخله گفت او این پول را به منفعت شخصیش صرف کرده است. یک زن 54 ساله ساکن نویه خراسان نیز با گمان قلابی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت این زن یکم یونیو سال 2020 با روی فریب به باوری زن 41 ساله ساکن پایتخت در آمده از او مبلغ 50,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است.